خب امروز میخوایم طریقه صحیح چسبوندن عکس روی شاسی رو بهتون آموزش بدیم. شاسی ها نیم سانت از عکسی که چاپ میکنین کوچیک‌تر هستن. یعنی اگه یه عکسی رو 13x18 چاپ کردین، شاسیش 12.5x17.5 هستش که گوشه های چوب از عکس بیرون نزنه و بعدش بتونیم با کاتر دور عکسی که چاپ کردین رو ببریم. حتما توجه داشته باشین که قسمتی که قراره که به دیوار آویزون بشه سمت صحیح عکس باشه، برعکس قرارش ندین روی عکس. برای این کار اول عکس رو روی شاسی کامل قرار میدین. طرفین عکس رو خوب نگاه کنین که جایی از شاسی بیرون نزده باشه، قشنگ مماس با چوب باشه که بعدش بتونیم با کاتر برشش بدیم. دستتون روی وقتی که ستش کردین کامل همه جاش مماس بود، دستتون روی عکس قرار میدین، یه طرفشو میاریم بالا، با کاتر یه تیکه از چسب رو جدا میکنیم. عکس رو خیلی آروم این چسبون رو شد. این کار باعث میشه که دیگه عکس روی شاسی تکون نخوره، به خاطر همین دیگه عکستون کج و کوله در نمیاد. طرف دیگه عکس رو میاریم بالا و چسب رو کامل جدا میکنیم. خیلی آروم این کار انجام بدیم به خاطر اینکه حباب زیر عکستون ایجاد نشه. بعد از اینکه عکس رو چسبوندین، گوشه های عکس از شاسی میزنه بیرون به خاطر اینکه عکس از شاسی بزرگتره. کافیه که با کاتر قسمت هایی که اضافه هست رو برش بدین. طرفایی هم که خب کمتره بهتره که برش ندین که کاغذتون هم خراب نشه. میبینیم که عکس کامل روی شاسی قرار گرفت و سمت صحیحش هم به طرف بالایی که عکس هستش.